سلام، امروز در پروژه سوخت جت میخوایم با هم کتاب یک چیز اثر گری کلر و جی پاپاسان رو بررسی کنیم. گری بنیانگذار بزرگترین آژانس املاک آمریکاست. همچنین گری یک نویسنده موفق و یک مربی موفقیت بسیار خاص در آمریکاست. گری موفقیت رو از یک راه غیر معمول به دست آورده. اون قبلا فکر میکرد که برای موفقیت باید اشتیاق زیادی داشت، مسئولیت زیادی رو بر عهده گرفت و همچنین هر روز صبح باید به یک موسیقی انگیزشی مثل موسیقی فیلم راکی گوش داد تا اون انرژی و انگیزه درش ایجاد شه تا کارهای روزانش رو انجام بده. گری همچنین سعی کرد انرژی خودش رو در طول روز زیاد کنه و همچنین حواسش رو بسیار متمرکز کنه، اما بالاخره کم آورد. گری اعتقاد داشت این کارها اون رو موفق کرده، اما در عین حال حالش خوب نیست. بنابراین گری تصمیم دیگه گرفت کار دیگه رو انجام بده. به جای اینکه کارهای زیادی رو انجام بده، تصمیم گرفت تمرکز خودش رو روی کارهای کمتری بذاره. و بعد از اون گری گفت من حتی موفق تر از اون چیزی شدم که فکرش رو میکردم و حالم از همیشه بهتره. همچنان که فصلهای مختلف این کتاب رو مینوشت، سعی داشت بفهمه که چطور تمرکز خودش رو بر روی کارهای کمتری بذاره تا بتونه نتیجه بهتری بگیره. برای همین نموداری از کتاب مدیریت کیفیت نرم افزار نوشته جرالد وایدنورد یادش میاد. جرالد در این کتاب بهره‌وری افرادی که پروژه‌ای رو انجام میدادن بررسی کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که هرچه تعداد پروژه‌هایی که اون افراد در طول اون ماه انجام میدادن بیشتر و بیشتر و بیشتر باشه، نتیجه بهره‌وری کمتر و کمتر میشه و زمان انجام کارها هم بیشتر میشه. اگر 2 کار انجام میدادن 20% از بهره‌وری از دست میرفت و اگر 5 کار انجام میشد 80% از این بهره‌وری صرف کارهای بیفایده میشد. و میگفت که این نتیجه انجام چند کار همزمانه. در اینجا مثالی از انجام چند کار همزمان وجود داره. فرض کنید بخوایم اعداد رو بشماریم. 1 2 3 4 5. این 75 صدام ثانیه طول میکشه. و حالا سعی کنید حروف انگلیسی رو بشمارید. A B C D E. این 7 دهم ثانیه بیشتر طول نمیکشید. اما حالا سعی کنیم اونا رو ترکیب کنیم. 1 A 2 B 3 C 4 D 5 E. این به اندازه 3 ثانیه برای ما زمان میبره. پس این نشون میده که وقتی که چند کار رو همزمان انجام میدیم زمان بیشتری از ما تلف میشه، اونم صرف کارهای بیهوده. و میگفت که اینجا 2 موضوع هستند که زمان ما رو به خودشون اختصاص میدن و به اصطلاح زمان ما رو میخورن. اول از همه این موضوعی که ما تصمیم میگیریم که تمرکز خودمون رو تغییر بدیم روی کار دیگه، و دوم این که به یاد بیاریم که اصلا کجا بودیم، کجای اون کار بودیم، چه قانونی در اون کار وجود داشت برای انجام دادن. و میگفت که طرف با خودش فکر میکنه که کجا بودم، الان دقیقاً چه کاری رو باید انجام میدادم در ادامه این پروژه، و میگفت اینا باعث میشن که زمان ما تلف بشه و نتونیم اون نتیجه‌ای که دلخواهمون هست رو از این کار بگیریم. پس یادتون باشه که چند کارگی باعث میشه که ما هی بخوایم تمرکز خودمون رو روی کارهای مختلف بذاریم و اون رو تغییر بدیم، و اینکه هی باید یادمون بیاد که اصلا کجا بودیم و این اصلا برای بهره‌وری ما خوب نیست. پس وقتی که چند کار رو انجام میدیم باید بیایم و از خودمون سوالاتی رو بپرسیم. چرا سوالات؟ به خاطر اینکه سوالات باعث جهت دادن به تمرکز ما میشه و باعث میشه که بهره‌وری ما افزایش پیدا بکنه و همچنین ذهن ما سعی میکنه که به اون سوالات به بهترین نحو جواب بده و یا با تعجب دنبال راه حلی برای اون سوال میگرده. سوالی که در این کتاب میپرسه اینه که چه چیزی رو میتونم همین الان انجامش بدم که با انجام اون بقیه چیزا آسونتر یا غیر ضروری به نظر برسن. هر وقت که حالتون خوب نبود این سوال رو از خودتون بپرسید، یا هر وقت که استرس داشتید و نگران بودید. جواب و نتیجه این سوال تفکر ما رو به 2 قسمت تقسیم میکنه. اول اینکه باید یادمون باشه که وقتی که میخوایم بهره‌وری بالایی داشته باشیم چیزی به اسم اولویت‌ها وجود ندارن، بلکه چیزی که داریم فقط و فقط اولویته، مهمترین کار. یادتون باشه که اگه زمانهای مختلف کارهای زیادی برای انجام دادن داریم معمولا به دلیل بی‌نظمیه و این باعث میشه که ما همیشه سرمون شلوغ باشه و دچار کمبود وقت باشیم.
ولی وقتی که سوال رو میپرسیم و دقیقا میخوایم بدونیم که اون یک کار چیه، این نتیجه برای ما خیلی وقتها روشن‌تر میشه. یادتون باشه که ضرورت معمولا با اهمیت یکی نیستن، اما وقتی که این سوال پرسیده میشه که من همین الان چه کاری رو میتونم انجام بدم که اون یک کار به خصوص من رو به اهداف خودم نزدیکتر بکنه و میتونم سایر کارها رو دور بریزم، این به من کمک میکنه که تا تمرکز خودم رو افزایش بدم و اون کار رو به بهترین نحو انجامش بدم. پس از خودتون بپرسید الان چه کاری رو میتونم انجام بدم که من رو به اهدافم نزدیکتر کنه. و اما قسمت دوم که مربوط به تمرکز ماست، مربوط به اون چیزی است که ما روش وقت میذاریم و باید نتیجه آینده کارهامون رو تصور بکنیم. تصور کنید زندگی یک دومینوه که ما فقط از یک دومینوی کوچیک شروع میکنیم و با انداختن اون دومینوی کوچیک تک تک دومینوهای بزرگ میافتن. پس یک کار کوچیکی که الان بتونیم انجام بدیم چیه که نتیجهش رو هم ببینیم که ما رو به اهداف خودمون نزدیکتر میتونن بکنن. اگر با مشتریانی سر و کار داریم و میخوایم فروشمون بیشتر بشه، شاید باید بیایم یک گام خیلی کوچیک رو برداریم و اون گام کوچیک ساده است. بیایم یک سری تحقیقاتی رو راجع به مشتریان خودمون انجام بدیم. این باعث میشه که در صحبت کردن باشون گرمتر باشیم و خیلی راحتتر بتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم و قرارداد همکاری رو ببندیم. پس یه بار دیگه مرور میکنیم. باید روی کارهای کمتری تمرکز کنیم. باید از این که مدام تمرکز خودمون رو روی مسائل مختلف میذاریم دست بکشیم و سوالاتی رو از خودمون بپرسیم که اون یک کار چیه که من همین الان باید اون رو انجام بدم. پس سعی میکنیم اون یک کار رو در جهت رسیدن به اهدافمون انجام بدیم، ولو اینکه کار کوچیکی باشه. خب این هسته اصلی کتاب یک چیز از گری کلر و جی پاپاسان بود. از شما کاربر پروژه سوخت جت بی نهایت ممنونم که با ما همراه بودید و اگر میخواید ویدیوهای بیشتری رو دانلود کنید به سوختجت.ir مراجعه کنید یا سوخت جت رو در گوگل سرچ بکنید. از توجهتون بی نهایت سپاسگزاریم و تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.